سلام دوست من. امروز میخوام براتون داستان یک جعبه مرموز و اسرارآمیز و یه دوست همه فن حریف که تو خونه های هممون پیدا میشه رو تعریف کنم. بله، کامپیوتر. شاید فکر کنید که کامپیوتر همون دستگاهیه که مامان و بابا باهاش کار میکنن یا شما باهاش بازی میکنید. اما بذارید یه رازی رو بهتون بگم. کامپیوتر میتونه خیلی کارهای عجیب و فوق‌العاده‌ای انجام بده. در زمانهای قدیم کامپیوترها خیلی بزرگ بودن. حتی اندازه یه اتاق بودن و فقط هم میتونستن یه جمع و تفریق ساده انجام بدن. ولی کم کم کوچیکتر و باهوشتر شدن و اینطوریه که الان به هر چیزی که نگاه میکنید یه کامپیوتر میبینید. ساعت هوشمند، گوشی، لپتاپ، حتی یخچال خونتون و یا هر وسیله الکترونیکی که دور و برتون وجود داره در واقع درونش یک کامپیوتر وجود داره. اما این کامپیوترها دارن چی کار میکنن؟ همه اونها در واقع دارن 4 تا کار اصلی رو با ابزارهای مناسب خودشون انجام میدن. اولی دریافت ورودی، دومی نگهداری اسرار و ذخیره‌سازی داده‌ها، سومی پردازش اطلاعات و حل مسائل و معماها و چهارمی تحویل نتیجه و خروجی. فرض کنین که کامپیوتر مثل یک جغد دانا نشسته گوشه اتاق و منتظر تا بهش بگیم که چی میخوایم. اما اون که زبون ما رو بلد نیست، پس باید با وسایل مخصوص خودش براش پیام بفرستیم. هر کدوم از این وسایل یک جور ورودی به حساب میاد. مثلا کیبورد. هر کلمه ای رو که روی کیبورد تایپ میکنی انگار داری داد میزنی هی اینو بنویس. موس. با هر کلیک داری به دوست خلاقمون نشون میدی که کجا رو باید انتخاب بکنه. صفحه لمسی. انگار روی تبلت یا گوشی داری باهاش نقاشی میکشی یا راه رو بهش نشون میدی. میکروفون. اگه حوصله تایپ کردن نداری میتونی باهاش صحبت کنی یا مثل وقتایی که به گوشی میگی هی مامانو بگیر. دوربین. حتی وقتی که داری سلفی میگیری هم داری یک جور ورودی به یک کامپیوتر میدی، چون داری عکست رو میفرستی توی جعبه جادویی اون. یا فرض کن داری با دسته بازی به کنسول یا کامپیوتر دستور میدی که شخصیت بالا و پایین بپره. این هم یه ورودی دیگه است. پس هر وقت با هر چیزی یک سری اطلاعات به کامپیوتر میرسونی، در واقع داری ورودی ها رو به جعبه جادوییت وارد میکنی و اونا تازه داستان خودشون رو شروع میکنن. دومی نگهداری اسرار و یا ذخیره‌سازی داده ها. فرض کن که به کامپیوتر میگی این عکس اردک رو برام نگه دار تا بعداً به دوستام نشون بدم. و یا اینکه داستانی که نوشتم رو فراموش نکن. اینجاست که کامپیوتر مثل یک جغد محتاط تمام اطلاعات مهم رو تو صندوقچه‌های مخصوص به خودش نگهداری میکنه. بعضی از این صندوقچه ها سریع باز و بسته میشن، مثل رم یا حافظه کوتاه مدت. بعضی ها هم بزرگ و موندگارتر هستند، مثل هارد دیسک یا حافظه بلند مدت. برای مثال وقتی که توی مدرسه یک پروژه درست میکنی و ذخیرش میکنی، کامپیوتر در واقع اونو توی هاردش نگهداری میکنه. یا وقتی داری یه بازی آنلاین انجام میدی، اتفاقات مهم توی حافظه سریع ذخیره میشه تا هر موقع نیاز بود دوباره ازش استفاده کنه. کامپیوتر حواسش به همه جزئیات هست، چون ممکنه که هفته بعد یا سال بعد دوباره سراغ اون اطلاعات بری. به بخش باحال و جذاب قصه رسیدیم. پردازش یا حل معماها و مسائل. فرض کن به کامپیوترت گفتی که عکس این اردک رو صورتی کن و یا اینکه جواب جمع 37 به علاوه 12 چی میشه. اینجاست که مغز متفکر کامپیوتر یعنی CPU یا پردازنده وارد عمل میشه. CPU مثل یک استاد خیلی زرنگه که با سرعت سرسام‌آوری همه ورودی ها رو بررسی میکنه و جواب درست رو پیدا میکنه. به خاطر همین بهش مغز متفکر کامپیوتر هم میگن، چرا که بیشتر کارهای سخت و مهم رو CPU انجام میده.
برای مثال وقتی میخوای توی بازی تصمیم بگیری که شخصیتت یه سری حرکات رو انجام بده، این CPU هستش که تصمیم میگیره این حرکات چطور انجام بشه. یا وقتی میخوای یک عکس رو ادیت بکنی، این CPU هستش که همه تغییرات رو حساب کتاب میکنه تا همون جوری که تو میخوای عکس رو تحویل بده. یا حتی انجام همین جمع و تفریق‌های ساده رو هم CPU جان انجام میده. پس خلاصه همه فکرها و پردازشها توی مغز کامپیوتر یعنی CPU انجام میشه. اونم با سرعتی باور نکردنی. CPU میتونه چند تا کار رو با هم انجام بده. برای این هستش که مثلا میتونی آهنگ گوش بکنی، همزمان با دوستت چت هم بکنی و پروژه مدرسه رو هم انجام بدی. و چهارمی، تحویل نتیجه و خروجی. حالا وقتشه که کامپیوتر نتیجه شعبده بازی خودش رو بهت نشون بده تا ببینی که کارت به کجا رسیده و اصلا اون چیزی که خواستی رو انجام داده یا نه. برای مثال وقتی که صفحه اینستاگرام رو باز میکنی و یه عکس رو به دوستت نشون میدی، کامپیوتر اطلاعات این عکس رو از صندوقچه هایی که اونو توش ذخیره کرده بیرون میاره و اون رو روی صفحه مانیتور به تو نشون میده. وقتی صدای موسیقی یا بازی رو میشنوی، خروجی از بلندگو به گوشت میرسه. و یا حتی وقتی پروژه هات رو چاپ میکنی، خروجی از طریق پرینتر به تو نمایش داده میشه. خلاصه همه اون چیزی که میبینی، میشنوی یا حتی گاهی اوقات لمس میکنی، نتیجه آخرین مرحله کار کامپیوتر یعنی خروجی هستش. خب رفقا، حالا وقتشه که یک بار دیگه با چشم قهرمان‌ها به جعبه جادوییمون نگاه کنیم و ماجرای واقعی سفر داده ها رو با هم مرور کنیم. فرض کن داری یه دکمه روی کیبورد فشار میدی و یا با موس کلیک میکنی. همون لحظه کامپیوتر مثل یک تیم هماهنگ دست به کار میشه. ورود اطلاعات. هر کاری که تو میکنی مثل فرستادن یه پیام، تایپ یک حرف و یا فشار دادن یک کلید، در واقع داری به کامپیوتر یک سری ورودی میفرستی. این ورودی ها رو دستگاه‌هایی مثل صفحه کلید، موس و یا حتی میکروفون دریافت میکنن. اما این اطلاعات فقط برای انسان‌ها قابل فهمه. کامپیوترها با کدهای باینری یا همون 0 و 1 ها با هم حرف میزنن. اینجا یک جادوی بزرگ اتفاق میفته. هر حرف، صدا و یا تصویر تبدیل به یک عالمه سیگنال الکترونیکی یا همون ترکیب‌های 0 و 1 و کدهای باینری میشه. مثلا وقتی حرف B رو تایپ میکنی، در پشت صحنه تبدیل به کد باینری به این شکل میشه. این سیگنال مثل یک پیام مخفی از انسان‌ها وارد حافظه کامپیوتر میشه. حالا نوبت قهرمان وسط میدون یعنی CPU یا همون مغز کامپیوتره. CPU این کدهای باینری رو میگیره، حسابی روشون فکر میکنه، گاهی اوقات اونها رو مرتب میکنه یا تغییرشون میده یا با بعضی از داده ها جمع میکنه و به طور کل هر عملیات یا دستوری که نیاز باشه رو روشون اجرا میکنه. یادتون باشه که توی این مسیر حافظه هم مثل یک انباردار متعهد همه داده ها رو به صورت مرتب ذخیره و نگهداری میکنه تا هر زمان که CPU یا برنامه های دیگه بهش احتیاج داشتن اونها رو در اختیار بگذاره. وقتی همه این مراحل انجام شد یعنی جواب آماده است. باز داده ها به سیگنال خروجی تبدیل میشن. یعنی میشن رنگ و نور که تصویر رو روی صفحه نمایش نشون میده، یا صدا که از بلندگو پخش میشه و یا متن و تصویر که جلوی چشمت ظاهر میشه. تمام این مسیر فقط توی چند هزارم ثانیه اتفاق میفته. انگار که یک قطار سری و سیر تو راه آهن داده ها داره حرکت میکنه و لحظه ای هم نمیسته. حالا که داستان کامپیوتر رو شنیدی، دفعه بعد که جلوی این جعبه جادویی نشستی، یادت باشه که قهرمان‌هایی دارن پشت صحنه کار میکنن تا هر روز تو رو جالبتر و هوشمندتر بکنن. تا قسمت بعد باهوش و باحال بمونید.